برگرفته از کتاب معجزه گوادلوپ، نویسنده فرامرز تابش. تاریخ اتمام نسخه فارسی داستان زمستان 2006 میلادی. تاریخ انتشار داستان در سایت فارسی پژوهشکده اندیشه آنلاین آلمان پاییز 2019 میلادی. شبی در خواب دیدم پروانه‌ای هستم. از آن به بعد نمیدانم انسانی هستم که خواب دید پروانه است و یا پروانه‌ای هستم که خواب می‌بیند انسان است. چوانگ تسه. خواب یک پروانه. ناگهان خود را بر روی تنه درختی یافته بود، در حالی که به ماری می‌نگریست که به دور یکی از شاخه‌های فوقانی همان درخت حلقه زده و تا سینه خود را میان زمین و آسمان به طور شق و رق نگاه داشته بود. گویا قصد صید طعمه‌ای را داشت. پروانه به خود اندیشید: آیا مار دم دارد؟ ولی با نگاهی دیگر بر مار به این نتیجه رسید که جز دم چیز دیگری ندارد. او از طرز فکر دیالکتیکی خود به خنده افتاد و با خود گفت: آه، باز هم از آن افکار بیهوده انسانی. و دوباره با نظری به مار و پوست چرب مانندش، با آن چشمهای خیره و هیز و آن زبانی که در هر ثانیه چندین و چند بار به شکل تهدیدآمیزی از دهان بیرون آورده و دوباره به سرعت برق آن را می‌بلعید، احساس نفرت و دلهره کوچکی نمود، در صورت که مار هرگز به وی حمله نکرده و هیچگاه وی و یا یکی از همتیرگانش را طعمه قرار نداده بود. حتی وقتی که این پرندگان ظریف و کوچک سهواً بر روی پشت این خزندگان چندشاور می نشستند. پس این احساس تنفر از کجا آمده بود؟ پروانه با حالتی افسرده اندیشید: آه خدایا، تا به حال چنین احساس غریبی را نداشتم. حالم خوش نیست. ولی پس از لحظه تأمل دریافت که این جمله نیز از عواطف جدید و نوظهور درونیش منشأ یافته است و این خود نیز امری بود غریب. مگر نه آنکه رفتار حیوانات همگی غریزی است و در این پروسه عواطف با این شکل جایگاهی ندارد. پروانه زیبا با احساس گرسنگی از روی تنه درخت پر زد و در عرض چند ثانیه خود را در میان گلزاری که درست در چند قدمی درخت پیر ولی استوار بید مجنون قرار داشت یافت. اما درست در لحظه‌ای که قصد فرود بر روی گل زنبقی که معمولاً مخزن شیره مورد علاقه اش بود به شک افتاد و با موذیگری زیاد به مقایسه آن گل با گلی که گمان می‌برد سوسن نام داشته باشد پرداخت. قبل از آن او هرگز به اسامی گلها نیندیشیده بود و حتی نمی‌دانست نام این گیاهان زیبا که وجودشان برای وی و هم نوعانش مسئله بس حیاتی است گل میباشد. راستی این افکار که مخصوص انسان هاست یک باره از کجا به ذهنش میرسید؟ تا به حال هرگاه احساس گرسنگی نموده بود به روی اولین گلی که او را به طرف خود جلب کرده نشسته و از شهد آن نوشیده بود
و با امواج ذهنی خود بدون آنکه درباره آن بیاندیشد با گل به گفتگو پرداخته و باز با همان تاکتیک از وی تشکر کرده بود که این تشکر هم نوعی رضایت خاطر بود که تنها با طرز فکر انسانی میتوان آن را تشکر نامید، وگرنه در قاموس حیوانات کلامی برای آن یافت نمی شود. پروانه به یاد آورد که هرگز تا آن روز به فکر آنکه کدام گل دارای شیره بیشتر و خوش‌طعم‌تری می باشد نیفتاده است و اما اینک باید بالزنان در هوا معلق مانده از تصمیم گیری عاجز باشد و همین مسئله او را کلافه کرده بود. آه خدایا، مرا چه می شود؟ در همان حال که پروانه درگیر جدال درونی در مورد حالات روانی جدی خود بود، در مواجهه با پروانه دیگر به بالهای خود نگریست و در اولین نظر 4 رنگ را به روی آنها تشخیص داد: زرد، بنفش، قرمز و سبز. با خود اندیشید از این هم بیشتر است. و این بار با نگاهی موشکافانه به آنها خیره شد و در حواشی رنگ‌های اصلی چندین رنگ دیگر را هم تشخیص داد: آبی آسمانی، سیاه پرکلاقی، طلایی، مسی و غیره. و با این مقایسه خود را زیباتر از پروانه دیگر یافت. از این رو بدون آنکه به ارتباط ذهنی دوست خود، همانی که انسانها به آن سلام و احوال پرسی میگویند، پاسخ گوید، پر زده بر روی ساقه‌ای از یک گیاه ضخیم‌تر که در سطحی بالاتر قرار داشت نشست. پروانه دیگر بدون اینکه از این جریان برنجد و یا کوچکترین ناراحتی به دل بگیرد پر زد و با همان شادابی و نشاط همیشگی و غریزی از دوست پر افاده خود دور شد و در هوا به بازیگوشی پرداخت. در این گیرودار ناگهان فکری اضطراب آمیز خاطر شاپرک را آزرد و او را به شدت به دلشوره انداخت. به یاد آورد که در صورت فرارسیدن زمستان آذوقه‌ای ذخیره ندارد و در هنگام گرسنگی حتما خواهد مرد. این اندیشه چنان قلب کوچک او را به تپش انداخت و سرش را به دوران آورد که از روی ساقه درخت چرخی خورد و برای لحظه‌ای به حال سقوط درآمد. اما خوشبختانه توانست سریع به خود آید و با فرود بر روی برگ گیاهی تعادل خود را به دست آورد و در پی آن به فکر چاره‌ای برای حل این معضل بیفتد. آه چه میتوانم بکنم؟ آیا امکان ذخیره کردن شیره گل موجود است؟ اما چگونه؟ پروانه ظریف و زیبا با دلمردگی عجیبی که ویژه زندگی و روابط حیوانات نبود و در این دنیای آزاد از زبان کاملا بی معنا می نمود با خود اندیشید: مرا چه می شود؟ چرا نمی توانم مانند این کرم لغزان و لزج و یا آن پینه دوز با آن باله های کوچک و مسخره که حتی به زیبایی بالهای من هم نیست و یا همانند هم نوعان خود و حتی به شکل این گلهای تابستانی شاد و بی غم و رها زندگی کنم؟ چرا این افکار لحظه ای مرا به حال خود نمی گذارند تا با پروازی بی دغدغه در میان این گلها عطر دلپذیر آنان را استشمام نموده با خیالی آسوده مانند زنبوری از شیره آنها بهره مند شوم؟
پروانه بینوا حتی نمی‌توانست به یاد آورد که قبل از آن روز به همان صورتی که آرزو دارد میزیسته. فرهان ناگهان به طور غیر مترقبه‌ای خود را درون اتاقی محبوس یافت و بی آنکه لحظه‌ای تردید به خود راه دهد اولین دری را که یافت باز کرد. این در به حیاط کوچکی منتهی می‌شد که در نهایت ظرافت و دقت به سبک ایرانی باستانی و با درختچه‌ها و گل‌ها و آبگیرها با پل‌های مینیاتوری کوچک تزیین یافته بود. فرهان با ورود به این باغ احساس تازه‌ای یافت. احساسی خودجوش و طبیعی بدون آنکه اساساً به آن بیندیشد. خون تازه‌ای بود که در رگ‌هایش جاری شده بود. فرهان در کنار مجموعه زیبایی از درختان بید مجنون و گیاهان بامبوس که در درون آبگیری کوچک رویده بودند در فضای بس دلخواه نشست و با دقت به تلألؤ نور خورشید که از لابلای این نیهای سرسبز و از برخورد این انوار با آبگیر و انعکاس آن سایه روشن بسیار زیبا و خیره کننده ای را ساخته بود نگریست و در لحظه اول بدون کوچکترین اختیاری به طور غریزی توانست با این طبیعت زیبا ارتباط برقرار کند. تک تک فوتون‌های نور که هر کدام پیام و وظیفه‌ای بر عهده داشتند را حس کند، به نسیم ملایمی که از دوردست‌ها وزیده و خود را به این باغ رسانده و بر روی صورت وی می‌غلتید عشق بورزد، روح زندگی و بودن را در شفافیت و خنکی آب ببیند و به درختان مقتدر و بلند بالا احترام بگذارد، محبت ساکنان این آبگیر را بپذیرد و متقابلاً به آنها مهر بورزد و همراه کل مجموعه به ستایش یکتای بی همتا بپردازد. فرهان در همان ثانیه‌های اول خود را جزئی از این محیط حس کرده بود و اینک به طور غریبی می توانست با لذت بردن از انرژی بیپایانی که در محیط حس می کرد و همراه محیط بدون ادای کلام و یا یافتن حالتی خاص به طور کاملا غریزی به ستایش تثبیت کننده این انرژی بپردازد. در مکاتب عرفانی مختلف در جهان برای یافتن تمرکز احتیاج به داشتن حالت و وضعیت خاصی است که فرهان از همان اوان کودکی بدان خو کرده بود و هرگاه که قصد عبادت داشت گوشه خلوت را می یافت و به حالت دوزانو می نشست و دستها را روی رانهای خود می نهاد و ستون فقرات را راست می کرد و تمهیداتی از این دست. اما در این زمان او برای یافتن این تمرکز احتیاجی به این حالات و مراقبه هایی از این نوع را نداشت. او خود تمرکز و عین ستایش بود. چیزی که برای خود فرهان کاملا جدی می نمود حالت رهایی و آزادی و سبکبالی و آرامشی بود که تاکنون آن را نیازموده بود. او می توانست به همان راحتی که در این طبیعت کوچک فرو رفته در مجموعه طبیعی دیگری نیز فرو رود. او می توانست مار را ببیند و به جای آنکه در صدد فرار و یا کشتن آن برآید به دوست داشتن آن بپردازد، به مشاهده گلها بنشیند و امواجی از عشق را به سوی آنها گسیل دارد و یا عاشقانه با پینه دوزی گفتگو نماید.
برای فرهان محل خواب مفهومی نداشت. او می توانست به راحتی در زیر درخت کامیلیا با آن برگ‌های درشت و سفید و صورتیش به خواب رود و صبح سحر با فرود آمدن اولین قطره شبنم از گلهای زیبای درخت بر روی گونه‌اش از خواب عمیق و بی کابوس خود برخیزد و باز عشق و شادی را تجربه کند. چیز دیگری که در فرهان شکوفا شده بود آن بود که وی تمامی رفتارها و روابط خود را بدون برنامه ریزی و اندیشه در اصل غریزی انجام میداد. او قادر بود نیاز گل به نوشیده شدن شهدش توسط زنبور و یا پروانه ای را درک نماید. او می توانست مقصود و هدف از سبز بودن برگ درخت عقاقیا را حس کند و به راز زاد و میرهای ناپاینده موجودات کوچکی که همانند رفیق آنها را دوست می داشت پی ببرد، زوزه باد را چون با شکوه ترین سمفونی ها بشنود و اثرات رویندگی آن را بر خاک و گیاه مشاهده نماید. فرهان در جهانی دیگر به سر می برد، جهانی بی اضطراب و سرشار از بالندگی و انرژی. فقط کافی بود که بخواهد تا بتواند بیدرنگ در این دنیا غوطه‌ور شود، دنیایی که در آن نیازی به کلام برای ارتباط نبود و تنها با پرواز بر فراز این مکان از زیبایی آن لذت می برد. مکانی بدون تنش، نگرانی، دلشوره و قیاس. او خودش بود، همان گونه که حس می کرد، نه آنطور که ظاهرا می نمود. دنیای کوچک او تا بی نهایت وسعت داشت و این بیکرانی سرشار از انرژی، عشق و ستایش بود. پروانه زیبا و افسرده به سردرگمی بیپایانی گرفتار آمده بود که فرار از آن غیر ممکن به نظر می آمد. دشت‌ها و باغ‌ها برایش کوچک می نمودند و از درک عطر گلها عاجز شده بود و این همه خیلی بیش از حد تحمل موجودی بود به لطیفی این پرنده کوچک. او با خود می اندیشید: آیا ممکن است چشم باز کنم و تمامی این صحنه‌ها را قسمت‌هایی از یک کابوس و یا یک شوخی ابلهانه بیابم؟ و با این مشغله فکری بود که پروانه از پرواز خود، تنها چیزی که هنوز از آن لذت می‌برد، خسته شد و بر روی برگ گلی از درخت کامیلیا که در حیاتی کوچک با تزئینات و باغبانی کاملا ایرانی رویده بود فرود آمد. این فضا و محیط برایش آشنا می نمود. در واقع حسی غریب وی را بدانجا کشیده تا او را با چیزی آشنا کند. پروانه از بالای درخت به سهولت مردی را دید که فارغ بال در زیر درخت کامیلیا دراز کشیده و به خواب شیرینی فرو رفته است. همان حس غریبی که پروانه کوچک را تا به اینجا آورده بود دوباره در وی جوشیدن گرفت و او را وادار ساخت تا با مانوری نرم به آرامی روی سینه مرد نشسته به او خیره شود. در آن حال پروانه در شگفتی عظیمی فرو رفت و از آن همه آرامش و بی‌نیازی غبطه خورد. پروانه در همان حال به خواب عمیقی فرو رفت و در آن خواب دید که مشغول آبیاری درختان و کندن علف‌های هرز و کوتاه کردن چمن‌های این باغ می باشد، بدون آنکه دنیای درونی این محیط را کاملا درک نماید.
ساعتی بعد مرد سراسیمه از خواب برخاست. پس از اندکی تأمل با چابکی از جای جست و گویا چیزی به خاطرش رسیده باشد، دستکش باغبانی خود را به دست کرد، مشغول آبیاری درختان و کندن علفهای هرز و کوتاه کردن چمنهای باغ شد، بدون اینکه حقیقتاً دنیای درونی این محیط را درک نماید. در روی نیمکتی در زیر درخت کامیلیا، جایی که چند ساعت پیش مرد فارغ از دنیا دراز کشیده بود، پروانه‌ای با بالهایی به رنگ بنفش، قرمز، زرد و سبز با حواشی مشکی پرکلاقی و طلایی مسی به چشم می‌خورد که شاد و بی‌خیال روی آن سکو زیر درخت کامیلیا نشسته بود. اما لحظه‌ای بعد با دیدن مرد بالهای خود را برهم زد و شاد و بازیگوش به پرواز درآمد و با پرواز خود عطری پرشعف و انرژی بر فضای باغ پراکنده نمود. پروانه دیگر به حال مرد غبطه نمی‌خورد و حتی دیگر فکر نمی‌کرد. مرد لحظه قد راست کرد و با دیدن پرواز شاپرک زیبا به حال او غبطه خورد و برای دقایقی ندانست که کیست. انسانی که خواب دید پروانه است و یا پروانه‌ای که خواب می‌بیند انسان است.